سرخط خبرها. آغاز ماه رمضان در قرقیزستان معلوم شد. در تاجیکستان کی فرا میرسد؟ یا پول ده یا به ابرویت میکنم. بازداشت یک جوان برای شانتاژ. و دادگاه گاگ ضد روسیه برای حمله به اوکراین پرونده باز میکند. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است که از دوشنبه تقدیم شما می شود. من شعلای عبدالله دوامی چند لحظه دیگر شما را با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان آشنا می سازم. امروز 14 مارس است. سال جاری ماه رمضان در قرقیزستان به 3 مارس فرا می رسد. در این باره ریاست معنوی مسلمانان قرقیزستان خبر دادند. در این نهاد گفتند احتمال تأخیر یک روزه موجود است. قرقیزستان اولین کشور در آسیای مرکزی است که سنه فرارسی ماه رمضان را اعلام کرده است. در دیگر دولت‌ها از جمله تاجیکستان حالا رسما دقیق نکردند که ماه رمضان کی فرا می‌رسد. در حالی که در شبکه‌های اجتماعی تقویم ماه شریف رمضان پهن گشته است، در کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تاجیکستان گفتند سنه دقیق فرارسی ماه رمضان را جلسه شورای علمای کشور معین می‌کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان گزارش داد که با تهدید بدنام کردن یک جوان دختر در اینترنت از او پول خواسته است. بازداشت شده در نوار اعتراف میکند که به خاطر دریافت مبلغ با یک جوان دختر شناس شده از او صورتهای محرمانه‌اش را درخواست کرده است. بعد به دست آوردن عکس‌ها به او شرط گذاشته است که باید مبلغ سپارد وگرنه در اینترنت او را بدنام خواهد کرد. این جوان 23 ساله ساکن پایتخت با تهدید و ارعاب یا شانتاژ مراتبه اول از آن دختر 4,500 سومانی گرفته وعده داده است که عکس‌های او را پاک می‌کند، اما با گذشت چند وقت دیگر باز 4,000 دیگر طلب کرده است. نسبت این جوان پرونده جنایتی آغاز شده، فعلا او در حبس پیشکی قرار دارد. مقامات در تاجیکستان بارها از بازداشت جوانان خبر دادند که از راه بدنامسازی می‌خواستند از زنان و دختران پول ستانند یا قصاص گیرند. بعضی از بازداشت شده ها در نوارهای وزارت به گناه خود اعتراف کردند، اما معلوم نیست در چه شرایطی. لطیفه نظیری یگانه دختر دندان پزشک زن در شهر فیروزکوه پایتخت ولایت غور افغانستان است. درمانگاه او همین ماه ینور باز شد و هر روز ده‌ها بیمار برای معالجه و زیبا کردن دندانهای خود به اینجا می آیند. در ولایت غور طبیبان زن انگشت شمارند و زنان بیمار به خدمات عادی طبی دسترسی ندارند. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. ولایت غور افغانستان همگی یک دندان پزشک زن دارد. درمانگاه لطیفه نظیری در شهر فیروزکوه منطقه زیر نظارت طالبان تازه به کار شروع کرده است. طبابت مردان در این مرکز دندان پزشکی منع است. امکانات که در بخش دندان ضرورت باشه ما هم میگیریم در کلینیک خود داریم و تحصیل زحمت کشیدم بالا خود مطمئنم که میتونم از طریق خدمت به خانم ها شو. درمانگاه زنانه نظیری صاحب تجهیزات پیشرفته دندانسازی است و برای زنان امکانیت های خوب پیشنهاد میکند. در اینجا هر روز به 10 بیمار خدمت میرسانند. دکتر شدن یکی از آرزوهای طفولیت ما بود که به آرزو خوشبختانه به آرزو خود رسیدم و به ولایت غور برگشتم که به حمایت فامیل و شوهر خود تانستم یک کلینیک مخصوص خانم ها ایجاد کنم. در شرایطی که طالبان کار و تحصیل و زندگی زنان را در افغانستان تا رفت محدود می کنند، لطیفه در مرکز دندان پزشکی خود برای کارآموزی 8 زن شرایط فراهم آورده است. با ایجاد این کلینیک خیلی خرسند هستم که باعث ایجاد انگیزه باعث توانبخشی به خانم‌های دیگر می شود و همچنان انتظار داریم که خانم‌های دیگری همچنین ابتکاری داشته باشند. ولایت غور یکی از منطقه های دوردست افغانستان است که حالا همگی 2 پزشک زن دارد و هر دو هم در بخش بیماری های زنانه در شفاخانه مرکزی شهر فیروزکوه کار می کنند. در 11 ناحیه دیگر این ولایت یگان دکتری زن نیست. دادگاه گاگ ضد روسیه برای حمله به اوکراین پرونده باز می‌کند. دادگاه بین‌المللی جنایی در گاگ در رابطه با تجاوز روسیه به اوکراین با اتهام جنایت جنگی 2 پرونده باز کرده به حبس چندین نفر نیز دستور خواهد داد که احتمال می‌رود در جنایت‌ها دست دارند. در این باره خبرگزاری ریترز و نیویورک تایم روز دوشنبه با استناد به مقام‌های رسمی دادگاه که نامشان ذکر نمی‌شود خبر دادند.
خبری بازشوی پرونده ها تا رسما نشر یا تصدیق نشده است. به اطلاع نیویورک تایمز، اتهام ها بر اساس دو بند: تخریب هدفمندانه زیربناهای غیر نظامی اوکراین و انتقال کودکان از این کشور به روسیه که کیف آن را خشونت و دارای نشانه های قتل عام نامید اعلام می شوند. دادستان دادگاه بین المللی جنوبی در گاگا کریم خان اخیراً برای آموزش هدف موشک‌های روسیه و حمله بی سرنشین‌ها به انشاءات زیربنایی و انرژتیکی اوکراین به این کشور سفر کرد. روسیه ضربه‌های خود را قانونی شمرده میگوید به خاطر ضعیف ساختن دشمن انجام شدند، اما اوکراین آنها را واسطه ترس دادن ساکنان آسایش‌تر مینامد. روسیه روز 24 فوریه سال گذشته به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند، اما مسکو عملیات ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین. دادگاه حکمی شهر مسکو صبح 13 مارس بخش روسیگی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را مفلس اعلام کرد. خدمات فدرالی اندازی روسیه 4 مارس سال 2022 به دادگاه حکمی شهر مسکو مراجعت و طلب کرد که رادیو آزادی را در این کشور اجباراً مفلس اعلام کند. فشار بالای روزنامه‌نگاران رادیو در روسیه در ماه‌های اخیر به طور قابل ملاحظه افزوده بود. رادیو آزادی 6 مارس سال گذشته اعلام کرده بود که فعالیتش را در داخل روسیه قطع می‌کند. سبب مفلس شوی رادیو آزادی در روسیه خودداری این رادیو از پرداخت جریمه‌هایی بود که مقامات روسیه به آن بسته بودند. مقامات روسیه از رادیو آزادی طلب می‌کردند که در هر کدام مطلب خود اگنت خارجی بودنش را اعلام کند. رادیو این طلب را اجرا نکرد و به این دلیل مقامات روسیه آن را در مجموع 13 میلیون جریمه بست. 18 روزنامه‌نگار بخش روسی رادیو از سوی وزارت عدلیه روسیه همچون اگنت خارجی اعلام شدند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می‌بینیم. 14 марти соли 1911 шоири тоҷик Абдусалом Деҳотӣ таваллуд шудааст ки дар 51 соли умраш барои рушди адабиёти бачагона, рӯзноманигорӣ ва драматургияи тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. шеъраш «Баррачеки масти манро» мунаққидон яке аз беҳтарин намунаҳои шеърҳои тасвирии кӯдакон меноманд. дар ҳамқаламии Мирзо Турсунзода драмаи мусиқии Хусрав ва Ширин, мустақилона либреттои операҳои Шӯриши Восе ва Комде ва Маданро навиштааст. дар такмили фарҳанги забони тоҷикӣ хидмат кардааст. 14 марти соли 1942 қисми аввали корхонаи насоҷии шаҳри Душанбе ба кор шурӯъ кард ки дар солҳои шӯравӣ ба як корхонаи муҳими истеҳсолӣ табдил шуд. сохтмони пурраи корхона соли 1966 ба анҷом расид ки дар он маҳсулоти мухталифи пахтаӣ тавлид мешуд. баъди пошхӯрии шӯравӣ корхона ба насоҷии тоҷик табдилӣ ном кард ва бо дастгоҳу мошинҳои навтарин корро идома дод. як корхонаи муҳими истеҳсоли либоси мактабии тоҷикистон ба шумор меравад. 14 марти соли 1948 олими физикдони тоҷик Маҳмадшоҳ Илолов таваллуд шудааст ки барои рушди илми тоҷик саҳм гирифтааст. доктори илмҳои физика ва математика, академик, дар мақоми президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон кор кардааст. дар самти назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ ва татбиқи онҳо кор карда муаллифи беш аз 400 асари илмӣ мебошад. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. فردا در همین وقت ساعت شما را منتظریم. خیر، خدا نگهبانتان.